بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از هر چیز سلام دارم خدمت تمام بینندگان عزیزی که می توار دارم و همچنین تبریک ماه مبارک رمضان و قبولی نماز روچه ی عزیزان نمازگزاران در این ماه مبارک. منم به نوبه خودم به نوبه تشکر کنم شده از صندرکارانی که باعث خبرگزاری میارجل تأسیسش کوتاه‌تر خبرگزاری که به زبان در واقع بلوچی در اخبار ارائه بودن ما باید تقدیر و تشکر کنیش بانیان. میارجل باید یک تعریف خاصی دارید که تمام عزیزان ما که در بلوچستان زندگی کنن زانه معنی خاصشی چیه. کسی که در واقع ساعت رو معیاری بی در واقع ما همطوری انشاءالله آن چیزی که میتوان هست انشاءالله حتما همکاری کنه گوی خبرگزاری ولی منوط برشه که شما حتما در واقع قوانین و چیزی که در مملکت مشوا هست رعایتش کنند و همچنین به نوبه تجنده در واقع کسی که در یه فکر بوده بازم تقدیر و تشکر کنه انشاءالله. آرزو دارم به عزیزان که همیشه در مراحل زندگی موفق و معید باش و السلام علیکم و رحمت الله.